اگر خانه یک انسان آتش گیرد او میگن که خانهش سوخته است، گویا که تمام دین و دنیاش سوخت. بگی خانه‌تان اگر واقعا سوزد، هر یک مصیبت در قفاش خوبی دارد، شاید اون خانه نو میشد، الله تعالی عوضی نیک میدهد. لیکن وقتی که حقیقی سوزد مانند این خیل حادثه ها، همسران آدم ها 20 سال در روسیه بوده، زنش در مدتی در آخر عمرش نبیردار زنا کرد، از تمام کشور، تمام دیه، تمام شهر فهمیدین، خیشو تباراش مصلحت می‌بود که اجازت است که همون رو با قطع رسانیم. اما تا همین زنا کردن شما در کجا بودید؟ اما به زندگی خودم آواره بودیم، امروز میخواهم به قطع رسانم فلانی را، برای اینکه آبروی ما عائله ما ریزاند. یا زنگ میزنن از مهاجرت که همسرم به همین خیل کارا دست چیکار کنم. برای همین برادرای عزیز، اساس این نه، اساس پول و مال نیست. پیشینه مردم سرشان بریده شدنش برایشان سبکتر بود اینکه عائله آنها زنا کند، ناموس آنها ریزد، شرف آنها ریزد. بنابراین بعضی پدر و مادرها فقط خورانیدن و نوشانیدن و پوشانیدن به عهده گرفتیان، گویا وظیفه‌شون فقط همین باشد، مسئله تربیه را یعنی یکسو گذاشتن. در نتیجه این نوع خانه سوزی ها بعد دیگر اصلاح نمیشد. این همین آدمی که مثلا دخترش با پسرش همین کار کرده است، تا آخری عمرش دیگر این داغ در قلبش باقی میماند. اما خانه تان حقیقی سوزد و از نو میسازید، الله تعالی عوض نیک میدهد، با یک جای اجاره میگیرید، زندگی میکنید. بنابراین در مسئله فرزنداتان، برادرای مهاجرا و در مسئله همسراتان هر روز 20 مراتب باشد 20 مراتب زنگ زنید. من مثال ما درباره آمیختگی صحبت کردیم، درباره پخش مستقیمی شرح حراست الفضیله 1 2 3 گوش کنید. وقتی که گفتیم که زنهاتون رو به کارخانه ها نمانید، من هر روز در من شکایت های قطار هست. من چندین سوال ها از حالی جواب ندادیم، گوش نکردیم، همش آیدی خیانت است. زنش به کار مانده است، به بازار، به کارخانه همراهی یک کارمند زنا کرده است، چیکار کنم؟ طلاق دهم یا نه؟ گفته به من مراجعت میکنم. یا مثلا یگان نصیحت هست، مثلا در آتش سوخته ایستادم، همسری دوست داشتم که من امروز در غریبی برای آبادی وی شب و روز مهنت میکنم، اون با فلانی مرا خیانت کرده است. بنابراین برادرای عزیز، زنگ زنید به خانه هاتون، زنگ های ویدیویی کنید، همیشه از پی آنها شوید، پدر و مادر و خویش و تبارای باخبر کنید، همیشه از آنها شوید. من یعنی 1 سال 2 سال کار کرد، برای ایجارتان یاردم کرد، برای زندگیتان کمک شد، لیکن امروز که زنا کرد چی فایده؟ اون زنک بی عقل است، اون زنک هم نفس دارد، اون مرده که بیگانه گپای خوب میگفت. مردک ها همین خیلی است، برای زنی خودش گپی خوب نمیگه، لیکن برای زنهای بیگانه گپی خوب میگفت، معامله نیک میکند، کار میکند، به دامش میافتاند. ولی بعضی ها اعتراض کردن که زنی نیک در بین 1000 کس باشدم خیانت نمیکند. بله، لیکن این نادر است، خلاف طبیعت زن است. بری پنبه آتش نباید فروخت، که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت. باید میگن در بری آتش پخته گذاشته نشود، یا در بری پخته باید آتش درگیرانیده نشود. بری پنبه آتش نباید فروخت، که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت. کمک بیخبر میمونی، اون پخته میسوزد و فقط خودش نمیسوزد، کاش فقط اون پخته میسوخت، خانه رو هم میسوزاند. گفت بابا چون کنم پرهیز من، آتش و پنبه است آخر مرد و زن. مثالی مرد بیگانه و زنی بیگانه مثال آتش و پنبه است. آتش و پنبه است آخر مرد و زن. پنبه را پرهیز از آتش کجاست، یا در آتش کی حفاظ است و تقاست. ما اگر پخته گوییم که ای پخته، ما حالی تو در بین آتش میپرتم با نسوزی. آتش گوییم که آتش، حالی من پخته را به داخل تو میپرتم نسوزانی. با کدام یکی اینها گپی ما را میگیرند؟
بنابراین الله تعالی برای مردها قوت داد که آنها اهل عائله خود را با زندگی تأمین کنند. بله، زنها هم اگر ضرورت آمد میتونن کار کنند، لیکن کوشش کنید در جایهای یعنی که زنها در باغچه کودکایی که مثلا نابالغ هستند و در اونجا مردها نیست، در منطقه هایی که زنها کار میکنند در اونجاها کار کنید. طبیب ها مثلا در عمومی قسم زنانه کار کنید که در آنجا مرد نباشد. یعنی یک کوشش کنید. آمیختگی ضرر دارد و اگر به ضررش باور نکنید، اون یار و دوستاتون نگاه کنید، همسایه های نگاه کنید، خیش و تبار و اون کسایی که میشناسید نگاه کنید، کسانی که به شوهرش خیانت کرده است سبب خیانت آموزید. این بسیار دردی وزنین است برادرای عزیز. بنابراین به این چیز اهمیت فقط هم مغمتون فقط خورانیدن و پوشانیدن نباشد. اگر شما امروز رفت و از دنیا گذرید، الله تعالی رزق همه های میدهد، بلکه شما باید به تربیه هاشون اهمیت دهید برادرای عزیز.